یک بمبگذار مرگ طلب و سواری موتورسیکل در افغانستان خود را در نزد فرودگاه بین المللی شهر کابل ترکاند و 4 پاسبان نپالی فرودگاه را کشت. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفتند. این بار دوم است که در یک هفته جنگجویان طالب و تأسیسات امنیتی نزدیک به فرودگاه کابل حمله می کنند. در پاکستان نمایندگان اقلیت‌های ملی از حساب نصرانی‌ها، هندو و سیک‌ها علیه عملیات اسرائیل در نوار غزه تظاهرات کردند. در این تظاهرات در شهر پیشاور مردم طلب داشتند که جامعه بین المللی به مناقشه فلسطین و اسرائیل مداخله کرده و مانع حملات اسرائیل به غزه شود که در جریان این حمله ها غیر نظامیان هم کشته می شوند. اسرائیل می گوید هدف عملیاتش در غزه خاتمه دادن به موشک‌اندازهای تندروان حماس و قلمروی آن کشور است. در شهر کولاب در تاجیکستان آتش سوزی نصف یکی از بازارهای بزرگ این شهر را نابود کرد. حادثه نیمه شب 21 به 22 ایول به وقوع پیوست و به گفته مقامات رسمی در نتیجه سوختار بیشتر از 90 دکان و فروشگاه از بین رفتند و یا آسیب دیدند. به گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان به هم رسیدن ناقل‌های برق سبب آتش سوزی در بازار سخاوتی کولاب شد. کسی در این حادثه آسیب ندیده است. در سربستان طرح بزرگ ساختمان بناها در کنار رودخانه سوا مردم را به خشم آورده است. مخالفان این طرح 3 میلیارد دلاری که امارات متحده عربی می‌خواهد عملی کند میگویند طرح بلگراد در آب به مشورت کافی با اهل جامعه قبول شده است. تظاهرگران در پایتخت سربستان در بین مردم ورقه‌های با نوشته بلگراد را زیر آب نکنید پهن می‌کردند.